شیرینی نارگیلی به آسان‌ترین روش ممکن، همینقدر توپلی، نرم و خوشرنگ، فقط با چند تا نکته ساده. برای درست کردن شیرینی نارگیلی نیاز داریم به سفیده تخم مرغ که سفیده‌های تخم مرغ من اینجا یکم یخ داره چون تو فریزر بوده و من قبلا با زردآش پفکی درست کردم. لینک پفک رو براتون میذارم. همچنین نیاز داریم به پودر نارگیل که بهتره پودر نارگیل چرب باشه و شکر رو هم بهش اضافه میکنم. اگه دوست دارید نارگیلی هاتون مثل نارگیلی های من توپل باشه، یه 10 تا 20 گرم پودر نارگیل بیشتری اضافه کنید. بعد هم بهش روغن مایه رو اضافه میکنم و خوب مخلوطش میکنم. من همیشه اندازه دقیق مواد و نکات مهم رو تو دیسکریپشن میگم، پس حتما دیسکریپشن رو بخونید. اگه هنوز چنل منو سابسکرایب نکردین چنلمو سابسکرایب کنید که کلی آموزش های خوشمزه دیگه تو راهه. وقتی مواد خوب مخلوط شد داخل یه قابلمه میریزم که کفش خیلی نازک نباشه و میریم که مواد نارگیلی رو داغ بزنیم. داغ زدن مواد نارگیلی یکی از مهمترین مراحل پخت نارگیلیه. حرارت باید کم باشه و مرتب باید هم بزنیم تا جایی مواد رو داغ میزنیم که ذرات شکر کاملا حل بشه. همینطور که میبینید بعد از یه مقدار داغ زدن مواد نارگیلی روانتر شده. تا جایی ادامه میدم که ذرات شکر دیگه حس نشه و اصلا نذارید که مواد نارگیلی جوش بزنه، مرتب هم بزنید. اگه مواد نارگیلی رو کم داغ بزنیم تو بیریخت میشه و سفت آب نباتی میشه و اگر زیاد داغ بزنیم مواد حالت آدامسی پیدا میکنه. دستمو توی مواد میزنم، باید داغیش رو حس کنید. بین 2 تا انگشتام تست میکنم، دیگه ذرات شکر رو حس نمیکنم، پس همینجا داغ زدن کافیه. چند ساعت صبر میکنم تا مواد کاملا داخل دمای محیط خنک بشه. بعد از خنک شدن مواد نارگیلی همچین غلظتی داره. اگه حس کردین که مواد نارگیلیتون خیلی شله یه چند قاشق بهش پودر نارگیل اضافه کنید و بعد هم مواد رو داخل قیف بدون ماسوره میریزم. کف سینی کاغذ روغنی پهن کردم و با فاصله از هم مواد رو پایپ میکنم. من کوچیک در نظر گرفتم نارگیلی ها رو، شما میتونید بزرگتر هم مواد نارگیلی رو پایپ کنید. دستم با روغن مایه چرب کردم و روی نارگیلی ها رو مرتب کردم. تو همین مرحله میتونید روش خلال پسته یا پودر پسته هم بریزین.
داخل فره از قبل گرم شده با دمای 180 درجه به مدت تقریبی 15 تا 20 دقیقه حتما خودتون چک کنید. همین که ته شکم رنگ گرفت آماده است. چند دقیقه هم گریل رو روشن کنید تا روی شیرینی ها هم طلایی بشه. اگه فرتون مثل فر من فن نداره حتما بالا سرش بمونید و چند بار جهت سینی رو عوض کنید تا روی نارگیلی هاتون هم یه دست طلایی بشه. شیرینی های نارگیلی من حدود 20 دقیقه طول کشید تا حاضر بشه. به همین راحتی شیرینی نارگیلی فوق‌العاده خوشمزه و خوشگل داریم. من این شیرینی ها رو تا حدود 20 روز هم همینقدر نرم و تازه و خوشمزه نگه داشتم. بیشتر از 20 روز هم که فکر نکنم اصلا بمونه، چون خوشمزه است، زود تموم میشه. نارگیلی هامون همینقدر نرم و پفکی و خوشمزه است. مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال مهتاب پز رو سابسکرایب کنید.